سلام خدمت مخاطبان عزیزم، وقتتون بخیر. امروز اومدیم به یک جای زیبا، همینطور که مشاهده میکنید در اینجا نمونه هایی از سنگ جاسپر و اگیک هم هست. کمی جلوتر که بریم خوشبختانه کسانی اونجا اکتای برای اون سنگ پیدا کرده. اکتای نشونم بده سنگمونو. وای چقدر خوشگلن اکتای. کجا هست؟ کجا؟ جلدم نمیدونم کی اینا رو جمع کرده، دستش در نکنه. ماشاءالله اکتای همه چی داره اینجا. من جمع کردم. ایول کی اینا رو جمع؟ بله بابا. وای اختابه نه جزلده. وای ای خدای من. اختای اینجا بازم سنگ هست. شکارچیان سنگ گبری اینا رو جمع کردن. بذار بشوریم این چند تا سنگو. خیلی زیبا هستش این هنوز. بابا ببینم bu nədir Oktay? چرا دستimizdə gökçe? نمیدونم اینا رو کی جمع کرده گذاشته اینجا. به چه ببین در من واقعا این سنگ مثلا خیلی خوشگله. نگاه کنید عالیه. اینا خیلی خوشگله ولی حیف که نمیتونیم تراش بدیم. بس حنا خانوم هم سنگ آورده. وای چقدر خوشگلن اینا. بیا ببینم بیا. اینا همش بیا کنید. وای اختای این güzeldi اختای. اختای این شجر هم داره. ایول اختای ولی حیف. بیا کنید. Gəlsin baxın görüm elə. Görsədim burada. Kuvvetli şəkəri. Hamısı qəşəngdir. Debinəm. Oxta bundan çox silist da. Oradadır. Baba baxın ha. Hə. Baxın. Bu düşməz yerə. Yox, düşməz. Qəşəngdir bəli Oktay. ببین بازم ولی این کیفیت رو ندارم. باید سنگ و اینا چیزایی هستن که روی زمین هستن، اکسیده شدن، دردی به تراش نمیخورن. بله بابا bakın. Alidir. Bakın. Bu da çok güzeldi. Bu ayıqdır bu mesela. Ayıqdır? Bu gözəldir. Hayır. İnan səngayı Jasper hastın. Yaradan xoş gələn. Of. Yaşı olur da. Gəl versən mənə. O gətirir. Arzu ona keçib urulmaz təsəmmüs edir. Tuz-tuzlu. Hə. Ağaçları tutuyor. Mən az xalcım, mən oturuyorum.